مشهورترین هنرمند تاریخ کیه؟ شاید بگید داوینچی، موزارت، میکلانج یا حتی پیکاسو. غلطه. طبق تخمین کارشناسان آمار در سال 2000 بیشتر از 90% مردم جهان یک فرد به خصوص رو میشناختن که این درصد باعث میشد که اون نه تنها به عنوان یک هنرمند بلکه به عنوان یکی از مشهورترین انسانهای کل تاریخ هم شناخته بشه. پادشاه موسیقی مایکل جکسون. MJ رکورددارترین هنرمند تاریخ با ثبت 39 رکورد گینسه. عناوینی چون پرفروشترین آلبوم تاریخ، تاثیرگذارترین چهره فرهنگی قرن 20م، سرگرمی‌سازترین هنرمند تاریخ و کلی عنوان جهانی دیگه همشون به اسم مایکل ثبت شدن. مایکل همچنین به عنوان یکی از نیکوکارترین چهره‌های تاریخ هم شناخته میشه. اون بیشتر از 500 میلیون دلار از دارایی خودش رو صرف کارهای خیریه کرد. اما حتی مرگ اون هم یکی از عجیبترین و مبهمترین مرگ‌های تاریخ به حساب میاد. عده‌ای معتقدن که مایکل نه به صورت طبیعی بلکه به صورت عمدی به قتل رسیده. حتی بعضیا میگن که مرگ اون صحنه‌سازی بوده و هنوز زنده.